نامه‌ای که جنگ را آغاز کرد. پشیمانی انیشتین. زمان و مکان: آمریکا 1939 تا 1955 در آستانه و میانه جنگ جهانی دوم. شخصیت‌های اصلی: آلبرت انیشتین، فیزیکدان نابغه. لئو زیلارد، فیزیکدان مجار آمریکایی. فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا. رابرت اوپنهایمر، پدر بمب اتم. یک خبرنگار زن جوان، راوی داستان و وجدان بیدار جامعه. سال 1939 انیشتین در خلوت خانه‌اش در پرینستون زندگی آرامی دارد. او از سیاست و جنگ متنفر است. اما روزی لئو زیلارد، همکار قدیمیش، با اضطراب وارد خانه می شود. می گوید هیتلر در حال ساخت سلاح اتمی است. اگر زودتر از او نجنبیم دنیا تمام می شود. انیشتین دودل است. او از علم برای صلح استفاده کرده، نه برای کشتار. زیلارد اصرار می کند که نامه برای جمهور روزولت بنویسد، اما فقط نام انیشتین است که می تواند توجه رئیس جمهور را جلب کند. انیشتین پس از روزها تردید با صدای آرام می گوید اگر سکوت کنم و او زودتر بسازد مسئولم. اگر امضا کنم و بمب ساخته شود باز هم مسئولم. در نهایت نامه امضا می شود. این نامه آغاز پروژه مخفی به نام منهتن است. پروژه منهتن شروع می شود. انیشتین را کنار می گذارد چون یهودی و بیش از حد صلح طلب است، اما او از دور اخبار را دنبال می کند. اوپنهایمر با شعر و فیزیک بمب را طراحی می کند. در سکوت آزمایش ها در صحرای نیو مکزیکو آغاز می شود. یک خبرنگار زن با هوش و با ذکاوت با وجود یک پروژه مخفی پی می برد، اما چیزی برای نوشتن ندارد. همه چیز سانسور است. سال 1945 بمب روی هیروشیما می افتد. بعد از آن ناکازاکی. انیشتین در سکوت خانه‌اش عکس ها را تماشا می کند. با دستان لرزان نامه خودش را از کیسه قدیمی بیرون می آورد. این من بودم. آیا با یک امضا به جنایت کمک کردم؟ خبرنگار زن با او تماس می گیرد. می گوید می خواهد حقیقت را افشا کند. انیشتین فقط می نویسد افشا کن، اما بدان حقیقت همیشه یک قربانی دارد. انیشتین پس از جنگ یکی از منتقدان اصلی سلاح اتمی می شود. در تمام سخنرانی هایش می گوید اگر می دانستم آلمانی ها موفق نمی شوند هیچ وقت آن نامه را امضا نمی کردم. او به دیدار خانواده های قربانیان می رود. یک بار پسر بچه ژاپنی از او می پرسد چرا اجازه دادی این اتفاق بیفتد و او پاسخی ندارد. سال 1955 انیشتین در بستر بیماری است. خبرنگار زن دوباره به دیدنش می رود. انیشتین با صدای ضعیف می گوید اگر می خواهی چیز را افشا کنی افشا کن که علم بدون وجدان خطرناکتر از هر سلاحی است. آخرین جمله‌ای که می نویسد من صلح را دوست داشتم، اما اشتباه هم صلح را از بین برد. گاهی تنها یک امضا می تواند مسیر تاریخ را بسازد یا ویران کند. اگر شما جای انیشتین بودید آن نامه را امضا می کردید یا نه؟ پاسخت را در کامنت بنویس، چون این فقط یک سوال تاریخی نیست بلکه انتخاب انسانی است. اگر این داستان برای جالب بود فراموش نکن کانال را سابسکرایب کنی تا قصه های بیشتری از تاریخ پنهان را بشنوی.